روز چهارشنبه 18 ایول در یک نشست پیش از انتخاباتی حزب دینی محافظه‌کار با نام جماعت اسلامی پاکستان در نویه مهمند منطقه قبیله‌های پاکستان ملاقات رهبران این گروه سیاسی با رای دهندگان برپا شد. در ملاقات تمام رهبران والا مقام و جمله رهبر حزب سراج الحق حضور داشتند. خطاب‌های پیشوایان حزب چنان گرم شدند که منبر به فشار آنها تاب نآورد. رهبران حزب با خوشحالی ابراز داشتند که در این حادثه کسی جراحت جدی نبرداشته است. فعلا حزب جماعت اسلامی در پارلمانت پاکستان وکیل ندارد. در گذشته جماعت اسلامی در ائتلاف زیر رهبری عمران خان در شورای قانونگذاری ولایت خیبر پختونخوا نمایندگی داشت. انتخابات پارلمانت پاکستان 25 ایول دایر می شود.